این سوال درباره عددهای ساده میباشد. در پارچه از 4 تا 29 چند تا عدد ساده است. اول درباره قوس رو بگویم. اگر ما این نمود قوس رو داشته باشیم از 4 تا 29 یعنی 4 و 29 داخلن چند تا رقم ساده هست، یعنی از 4 5 6 تا میریم چند 27 28 و 29 بین همین عددها چند تا عددهای ساده موجود هستند. همون رو باید یابیم. عدد ساده چی است؟ عدد ساده عددهایی که به خودشان نویسیم عددهای ساده به خودشان تقسیم میشن و به یک تقسیم میشن. عددهای ساده به خودشون و به یک تقسیم میشن. یعنی بیاین یک به یک بینیم. 4 عدد ساده می باشد؟ نه، چون که 4 به 2 تقسیم میشد، به 1 تقسیم به 4 تقسیم میشد. 4 عدد ساده نیست. این عدد ساده نمی باشد. ساده نیست. چون که به 1 به 4 و به 2 تقسیم میشد. به 2 هم تقسیم میشد. ساده نمی باشد. 5 چی؟ 5 عددی است که به خودش و به 1 تقسیم میشد. 5 عدد ساده می باشد. 6 عدد ساده می باشد. 6 عدد ساده نیست. فهمیدم برای که به 2 تقسیم میشد، به 3 تقسیم میشد، به 1 تقسیم، به 6 تقسیم میشد. ساده نیست. 7 عدد ساده است. یک رنگ روی ساده برم. 7 عدد ساده. 8 عدد ساده نیست، چون که به 4 2 1 8 تقسیم میشود. 9 عدد ساده نیست، چون که به 3 تقسیم میشود. 10 عدد ساده نیست، چون که به 2 5 تقسیم میشود. 11 این عدد ساده است، یعنی به 1 و به خودش تقسیم میشود. بعد دوام کنیم. 12 عدد ساده نیست. 13 عدد ساده است، به 1 و به خودش تقسیم میشود. 14 عدد ساده نیست، چون که به 2 و 7 تقسیم میشود و به 1 و 14 هم تقسیم میشوند. 15 عدد ساده نیست، چون که 3 5 تقسیم میشوند. 1 15 تقسیم میشود. 16 عدد ساده نیست، 2 به 8 تقسیم میشود. 17 عدد ساده است، چون که به 1 و به خودش تقسیم میشود و دیگر رقم رو تقسیم نمی کند. 18 ساده نیست، چون که 9 2 تقسیم میکند. 6 3 19 عدد ساده است. 20 ساده نیست. 21 ساده نیست. 3 7 هست تقسیم میکنند. 22 10 24 تقسیم کننده دارد. 22 ساده نیست. 23 ساده است. 24 ساده نیست. 25 ساده نیست. 26 ساده نیست. 27 ساده نیست. 28 ساده نیست. 29 ساده است. یعنی یک نمودی فهمیدن رقم ساده یا نیست. عددهای ساده هم وقت به غیر از دو هم که در اینجا نیست، 2 یعنی عدد جفت است، ساده میشه. به غیر از 2 دیگر همه عددها همش باید تاق باشن و باید تفتیش کنیم که به غیر از خودشان دیگر تقسیم کننده دارن یا نه. چرا که ما زدیم و از اینجا چی گفته میتونیم؟ 5 رو ما گرفتیم، ساده گفتیم، 7 ساده گفتیم، بعد چند 11 ساده گفتیم، 13 ساده گفتیم، بعد 17 رو ساده گفتیم، 19 23 بعد 29. همه چند تا است؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 عدد ساده در این پارچه هست. یعنی باید تا 30 یا اقلا تا 50 عددهای ساده را دانیم کدام عددها ساده هستند یا نیستند. برای امتحان ها، برای تست ها لازم می شوند همچه مثال. یعنی پارچه زیاد کردن هم ممکن بود. می گفتن از 1 تا 50 چند عدد ساده است. برای تستر حساب کردن و دانستن کار شما رو تیز میکنه وقتی که مثال رو کار میکنه.